همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه ششم ماه ژانویه با نخستین قسمت از برنامه هفته‌نامه مهاجرت در سال 2024 همراه شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها پاسخ میدیم. نکته‌ای که قبل از شروع برنامه لازم هستش که خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوالهاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خب بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته که شروع سال جدید بوده شاهد چه اخبار و اتفاقات مهم مهاجرتی در استرالیا بودیم. بله حتما. خب یک هفته از سال جدید گذشته و همچنان ادارات دولتی تقریبا نیمه تعطیل هستن، ولی یه سری اخبار بود که مهم هست و خدمت دوستان در موردش صحبت میکنیم. شاید مهمترین خبری که هفته پیش در موردش اطلاع رسانی شده بود توقف ویزاهای 476 بود. این ویزاهایی هستن که حالا از کسانی که مدرک مهندسی دارن از یک سری از دانشگاه‌های کشورها که در مورد ایران پلی‌تکنیک، این دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران هست، اینها میتونستن ویزای 18 ماهه دریافت بکنن و به استرالیا بیان. جزو تغییراتی که به اداره مهاجرت پیشنهاد شده بود این بود که این ویزاها هم در سال آینده متوقف بشه و دیدیم که این اتفاق خیلی زودتر افتاد و حالا مینستر اومد و وزیر مهاجرت اومد از اون قدرت خودش استفاده کرد و برای این ویزاها سقف گذاشت. سقف 3735 تایی گذاشت که عملا این سقف توی دسامبر پر شده بود. این به این معنیه که دیگه ویزاهای 476 متقاضیان نمیتونن پرونده جدید توی امسال حالا این سال مالی که تا جولای هست باز بکنن و بعد از اون هم به احتمال خیلی زیاد این ویزاها حذف خواهند شد. خب این جزو اون در حقیقت روی کردی است که اداره مهاجرت پیش گرفته در مورد اینکه ویزاهای موقتی رو خب به حداقل برسونه. بنابراین این خبر خوبی نبود برای ویزاها 476، گرچه که قبلا هم صحبتش شده بود که احتمالاً این ویزاها هم متوقف میشن، ولی خیلی زودتر از اون چیزی بود که فکر میکردیم. ما بقیه اون تغییرات پیشنهادی هم حالا باید انتظار داشته باشیم که دیر یا زود اتفاق بیفته. حالا اگه بخوام خیلی کوتاه در موردش صحبت بکنیم، ویزاهای استودنت ویزا هست که اون GTE با جنیون استودنت تست یعنی GST داره جایگزین میشه. خب این یکی از تغییراتی است که میخوان بدن و حالا حداقل نمره زبانی که برای این ویزاها احتیاج هست قراره بالاتر بره. همچنین به دانشجوها به این راحتی دیگه اجازه نمیدن برای یک ویزای استودنت دوم در خاک استرالیا اقدام بکنن و محدودیت هایی میخوان بذارن برای کسانی که روی ویزای گریجویت هستن و دوباره میخوان برن روی ویزاهای استودنت ویزا. ولی از طرفی قول دادن که پروسه PR برای اپلیکنت هایی که توی اسکیل جاب دارن مشغول به کار هستن راحت‌تر و سریعتر بشه. بنابراین این هم یکی از تغییراتی است که باید دیر یا زود شاهد اتفاق افتادنش باشیم. ویزاهای گریجویت هم باید حالا ببینیم که اوایل سال چه اتفاقی براشون میفته.
که حالا دو نوع هست دیگه، قراره بشه پست هایر ایژوکیشن و پست وکیشن ایژوکیشن. جزو تغییراتی که دیگه یا زود اونها هم قراره اتفاق بیفته اینه که حد اکثر سن برای متقاضیان بشه 35 سال و مدت زمانی که این ویزاهای گریجویت ویزا هست رو کوتاه‌تر بکنن. اون دیگه 2 سال تمدید رو بهشون نمیدن و اون اکستنشنی که حالا برای بعضی از رشته ها در نظر گرفته بوده داره مهاجرت، اونها رو میخواد برداره. هنوز مشخص نیست که این شامل کسانی که الان ویزا گریجویت ویزا دارن میشه یا نه. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم اگر ویزا گریجویت ویزا دارین و شامل اون 2 سال اکستنشن میشین سریعا اقدام بکنین که دیگه بعد از اینکه اونو گرفتین دیگه اداره مهاجرت نمیتونه بیاد اونو کم بکنه. ویزای 482 هم باید انتظار داشته باشیم دیر یا زود به اون 3 تا کاتگوری اسپشیال و کور و اسنشیال تقسیم بندی بشن که حالا بازی یادآوری بکنیم که اسپشیال مال حقوقای بالاتر از 130,000 تا بود که لیستی نداشت، کور مال حقوقای 70 تا 130,000 تا بود که یه لیست داره و اسنشیال ها که حالا شغلای تریدینگ اکثرا میشه مال مشاغل زیر 70,000 تا در سال حقوقاشون بود. اونها به این 3 تا کاتگوری دیر یا زود تقسیم بندی میخوان بشن و مسلماً سابقه کار کمتری هم برای تبدیل به PR احتیاج دارن. یکی از تغییراتی که خیلی زود بعد دیگه یعنی ببینیم این تغییرات تو 482 هست، بنابراین بعد انتظار داشته باشیم در ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری در موردش بیاد پیرو این تغییراتی که داره مهاجرت داره میده. همچنین اون زمانی که شخص میخواست که فرصت داشت که اسپانسرش رو عوض بکنه، ایمپلویرش رو عوض بکنه، از 2 ماه یعنی 60 روز به حدوداً 6 ماه یعنی 180 روز داره تبدیل میشه که فرصت دارن که ایمپلویرشون رو عوض بکنن و اون مدت زمانی که برای ایمپلویر شماره 1 کار کردن مسلماً حساب خواهد شد. باید همچنین انتظار داشته باشیم که اطلاعات بیشتری در مورد این ویزای که شاید بشه گفت یک ملغمه از ویزای تالنت هست و ویزاهای بیزنس ویزا که اسمش هست تالنت اند اینویشن، این اطلاعات بیشتری بیاد بیرون که اون وقت مشخص بشه کسانی که برای ویزاهای بیزنسی میخوان اقدام بکنن، حالا کسانی به خصوص استارتاپ دارن و توی زمینه‌های نوآورانه میخوان سرمایه گذاری بکنن، دیگه راه حل بهتری براشون بشه پیشنهاد کرد چون ویزاهای بیزنسی دیگه بسته شده. و همچنین باید دیگه انتظار داشته باشیم دیر یا زود تغییراتی که توی پوینت بیس میخوان بدن برای ویزاهای اسکیل هم مشخص بشه. چیزی که خب حالا مشخص هست که از الان دوستان میتونن براش برنامه‌ریزی بکنن این هست که طبق گفته هاشون میخوان اولویت بیشتری بدن به کسانی که همسرشون هم حالا توی اون جاب اسکیلد هست، یعنی که میخوان اولویت رو بدن به کسانی که متأهل هستن و همسرشون هم اسسمنت و مدرک زبان دارن. خب تا الان اینجوری بوده که یک فرد مجرد از نظر امتیازی با یک نفر که متأهل و مدرک اسسمنت و زبان هم همسرش داره یه امتیاز میگرفتن، ولی در آینده نزدیک این قرار تغییر پیدا بکنه. بنابراین این میتونه یک برنامه‌ای باشه برای دوستانی که متأهل هستن و تا الان به هر دلیلی احتیاج به نمره زبان و اسسمنت همسرشون نداشتن، حتما برن دنبال این موضوع و از الان برنامه‌ریزی بکنن، چون یکی از تغییراتی است که به احتمال خیلی زیاد ممکنه به اجرا در بیاد و خب دوستان بعد از الان آمادگی داشته باشن که اسسمنت همسرشون، مدرک زبان همسرشون آماده باشه که بتونن که از این فرصتی که دیر یا زود به هر حال این تغییرات اعمال خواهد شد. ما دیدیم اولینش 476 بود، حذف 476 بود، ما بقیه تغییرات هم بعد انتظار داشته باشیم دیگه توی امسال اتفاق بیفته. بنابراین بهتره که از اول دوستان آمادگی رو داشته باشن. هفته گذشته با اینکه هفته اول سال بود و خب خیلی از ادارات دولتی تعطیل بود، دیدیم که همچنان یک سری از کیس آفیسرها کار میکردن. خوشبختانه ویزاهای زیادی رو هم توی هفته گذشته صادر کردن، حالا چه ویزاهای اسکیل چه ویزاهای پارتنر که خب خبر خوبی بود.
مورد بعدی اعلام شده که حالا از نظر اولویت بندی بررسی اداره مهاجرت میخواد الان اولویت رو بده به ویزاهای ریژنال، کسانی که اسپانسرشیپ از ریژنال ها دارند و بلخص کسانی که حالا باز جزو اون رشتهشون جزو اون زیر مجموعه هلت و تیچینگ هست. بنابراین این هم یکی از تغییراتی هست که باید انتظار داشته باشیم در چند ماه آینده اتفاق بیفته. مورد آخری که میخواستم در موردش صحبت بکنم برای کسانی هست که با ویزاهای موقتی در نیو ساوت ولز خب قصد رانندگی دارن. خب قبلا به این صورت بود که شخص تا زمانی که پی آر نگرفته باشه میتونست با همون گواهینامه بین‌المللی و همچنین گواهینامه ایران خودش ترجمهش رانندگی بکنه. الان دیگه نیو ساوت ولز این ایالت اومده اعلام کرده که فارغ از این که شخص چه ویزایی داره، حالا چه پی آر و چه موقت، اون شخص میتونه 6 ماه حد اکثر با اون گواهینامه بین المللی که داره، گواهینامه ایرانی که داره رانندگی کنه و این به این معنیه که حتی دارندگان ویزاهای موقتی هم بعد از 6 ماه باید اقدام بکنن و درایور لایسنس یعنی گواهینامه این ایالت رو بگیرن. برای این نکته هست که البته فعلا فقط در مورد نیو ساوت ولز داره اجرا میشه. نکته هست که دوستان که حالا با ویزاهای موقتی اینجا هستن حتما باید در نظر بگیرن، چون میدونیم که جریمه نداشتن گواهینامه یا داشتن گواهینامه نامعتبر خب در استرالیا بسیار بالاه. این رو حتما در نظر داشته باشین که بعداً براتون مشکل ساز نشه. حالا دیگه خبرهای کوچیک دیگه ای بود که باز میگم هفته گذشته هفته خیلی پرخبر و هفته شلوغی نبود که حالا در هفته های آینده هم مسلما اگر اطلاعات بیشتری بود خدمت دوستان ارائه میکنیم. بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در قسمت دوم سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای مسعود داریم. گفتن که ویزای 188 رو بیش از 24 ماه که لاچ کردم و بعد از اینکه پروسه این ویزا متوقف شد وارد سیستم اسکیل شدم و ویزای 491 ویکتوریا رو دریافت کردم. الان در ریجنال نزدیک ملبورن ساکن هستم. سوال اولم این هستش که من قصد شرکت در دوره‌های AMPE رو دارم، ولی متاسفانه در ریجنالی که ساکن هستم با فاصله هیچ دوره‌ای نیستش. آیا امکان شرکت در دوره‌های مذکور در شهر ملبورن رو دارم یا خیر؟ و اینکه آیا این دوره ها از ممنوعیت تحصیل در 3 شهر اصلی که کاندیشن ویزای من هستش تابعیت میکنن یا خیر؟ سوال دومم این هستش که آیا بعد از 1 سال میتونم با اطلاع ایالت جابجا بشم و به ایالت دیگه‌ای برم یا نه؟ و سوال آخر این که درسته که با توجه به طولانی شدن پروسه 188 امکان ریفاند پولمون توسط اداره مهاجرت وجود داره یا خیر؟ خب ببینید، یکی از شرایطی که ویزاهای ریژنال داره 489 قدیمی و 491 جدید اینه که هیچ کدوم از متقاضیانی که این ویزا رو دارن حق ندارن به جز مناطق ریژنال در جای دیگه زندگی کنن، کار کنن و یا تحصیل بکنن. این به این معنیه که هر کدوم از اعضای خانواده بیان و در یه جا که ریژنال نیست فقط درس بخونن به عنوان مثال یا کار بکنن، حتی اگه تو مناطق ریژنال زندگی بکنن، این شرط ویزاشون رو بریچ کردن، یعنی تخطی کردن و براشون مشکل ساز میشه. بنابراین در جواب سوال این دوستمون باید بگم که نه، شما حق ندارین و نمیتونین بر اساس کاندیشنی که ویزاتون داره در جای دیگه غیر از ریژنال زندگی کنین، در جای دیگه غیر از ریژنال کار کنین و در جای دیگه غیر از ریژنال درس بخونین. در مورد سوال دومتون، ما اگر برین یه چند ماه پیش همین پادکست ها رو نگاه بکنین،
یکی از پادکست ها رو به تفصیل در مورد اینکه کسانی که ویزاهای حالا اسپانسرشیپ کارفرما دارن، اسپانسرشیپ ایالتی دارن، حالا چه 190 و چه 491 چه محدودیت هایی دارن و به چه صورت میتونن که بین ایالت ها جابجاشن، این رو و حالا ریسکای هر کدوم رو به تفصیل در مورد صحبت کردیم. من پیشنهاد میکنم که اون پادکست رو حتما بهش مراجعه بکنن. مال چند ماه پیش، 5-6 ماه پیش هست که توی اون کامل توضیح دادیم. در مورد این که حالا ریفاند پول، سوال سومشون برای ویزای 188، بله امکانش وجود داره. بنابراین کسانی که الان با ویزاهای مهارتی اومدن استرالیا، ما پیشنهادمون اینه که ویزاهای 188 رو ویدرا نکنن فعلا، به دلیل اینکه اگه شما ویدرا بکنین خب پروندهتون بسته میشه و پولی برگردونده نمیشه. ولی ممکنه اداره مهاجرت بیاد و این امکان رو بده برای کسانی که ویزاهای 188 باز کردن. فعلا البته هیچ صحبتی از این مورد نیست، ولی ممکنه بیاد و بهشون پولشون رو برگردونه. بنابراین در مورد کیس شما هم ممکنه این اتفاق بیفته. پیشنهاد من اینه که صبر بکنین که دیدین پول ویزای 188 تون که عدد کمی هم نیست، عدد قابل توجهی هست، رو اداره مهاجرت بیاد و برگردونه. حالا باید صبر بکنیم ببینیم این اتفاق میفته یا خیر. بله، سوال بعدی رو از آقای نیما داریم. گفتند که اکتبر 2022 برای ویزای 491 ساوت استرالیا سابمیت کردم ولی هنوز ویزا یا ایمیل آپدیت دریافت نکردم. به نظرتون چقدر این پروسه طول میکشه؟ و اینکه قبلا یک بار برای ویزای دانشجویی ریجکت شدم، آیا این موضوع تأثیری روی ویزای 491 داره یا خیر؟ ویزاهای 491 قبلا خیلی سریع بود، ولی خب یه مدتی بود که کند شده بود. الان یه چیز نزدیک 1 سال تا 1 سال و نیم ممکنه طول بکشه. بنابراین شما که اکتبر 2022 باز کردین این ویزا رو و الان یه چیز نزدیک 1 سال و 2-3 ماه ازش گذشته، من فکر میکنم که حالا یه چند ماه دیگه هم صبر بکنین که نوبت بررسی پروندهتون برسه. چیزی که میخوام بگم اینه که اصلا دیر نشده، نگران نباشین. پرونده های 189 و 190 خب پروسه سریعتری دارن و داشتن و 491 که مقدار کند شده بود. بنابراین جای نگرانی نیست، جز صبر کردن هم کاری نمیتونین بکنین. و حالا اینکه قبلا ویزای دانشجوییتون ریجکت شده، بعد ببینید دلیل ریجکت شدن چی هست. ولی اگه دلیل ریجکت شدن این باشه که به عنوان مثال فکر میکردن که شما میایین اینجا و بر نمیگردین کشور خودتون، خب اون خیلی موردی نداره. ولی اگه دلیل ریجکت شدن شخص اینه که اطلاعات دروغین داده یا مدارک دروغین داده، در اون صورت ممکن تاثیر بذاره روی این ویزاتون. حالا مادامی هم که اطلاعات متناقض بدین مشکلی نخواهد بود، بنابراین نگران این موضوع نباشین. بله، سوال بعدی رو از آقای علی داریم. گفتن که سال سوم پزشکی میخونم، میخواستم بدونم که روند گرفتن ویزای کاری برای من بعد از گرفتن مدرکم چطور هستش و از چه زمانی باید اقدام بکنم و چه رزومه ای رو فراهم کنم که شانس مهاجرتم رو بیشتر بکنه. کسانی که حالا مدرک پزشکی دارن پروسه مهاجرتشون به این آسونی نیست. خب دلیلش هم مشخصه، باید اول رجیستر باشن برای اینکه بتونن ویزایی رو بگیرن. خب پروسه رجیستر شدن هم اصلا از خارج از استرالیا کار آسونی نیست، تقریبا عملی نیست. تنها کاری که میتونن بکنن اینه که حالا یه بعد از اینکه مدرکتون گرفتیم و یک مقدار سابقه کاری چند سالم 2-3 سالم سابقه کار داشتین بعد از گرفتن مدرکتون، برای ویزاهای کاری اقدام بکنین. و این ویزاها حالا یه کارفرمایی که حالا ممکنه یه کلینیکی باشه، بیمارستانی باشه، میاد شما رو با ویزای موقت کاری به استرالیا میارن و توی اون مدت حالا دیگه بعد از اینکه به استرالیا اومدین اون وقت میتونین برای رجیستریتون اقدام بکنین و بعدش دیگه اقامت دائم بگیرین. واسه همین در مورد کیس شما بهترین حالت اینه که بعد از اینکه مدرکتون رو گرفتین یه چند سال کار کنین با ویزای کاری بیاین. یه راه حل دیگه هم اینه که خب شخص میاد و با ویزاهای دانشجویی در مقاطع حالا تکمیلی میاد از استرالیا پذیرش میگیره. حالا اون که حالا بستگی به این که
مدرکتون از کدوم دانشگاه هست، معدلتون به چه صورت هست، اینا هم خب بی تاثیر نیست. بعد بیاین ببینین که بعد از اینکه درستون رو گرفتین آیا گزینه ویزای دانشجویی هم براتون وجود داره یا نه. خب شاید سریعتر شما رو به استرالیا بیاره، ولی میدونیم که ویزاهای دانشجویی ویزاهایی هستن که هزینه هاشون زیاده، به دلیل اینکه هزینه های دانشگاهی اینجا کم نیست. زودتر شما رو به استرالیا میارن، ولی بدونین که هزینه زیادی باید انجام بدین تا اینکه بعداً به اقامت دائم برسین، چون اون مدتی که پذیرش گرفتین و مسلما باید درستون تمام بکنین که حالا بس به حالا اون رشته که میخونین هزینه دانشگاه ها و خود دانشگاه ها، هر کدوم دانشگاه ها کدوم شهرها با هم متفاوت هست. این هم یه گزینه‌ای هست که این دوستمون میتونن در موردش فکر بکنن که ببینن که شرایطشون بعد از اینکه مدرکشون رو گرفتن به چه صورت خواهد بود. بله، سوال بعدی رو از آقای مصطفی داریم که این مقدار سوالشون هم طولانی هستش. گفتن که کد رشته 323214 متال ماشینیست سازمان TRA اقدام کردم و داکیومنتری اپرووال رو گرفتم و 2 ماه هستش که منتظر زمان مصاحبه تکنیکال هستم. سعی میکنم که کوتاه 2 تا سوال رو مطرح بکنم. یک اینکه در مورد مصاحبه تکنیکال در دوره کرونا در خانه امکان برگزاری بوده، ولی ظاهرا الان مجددا گفتن که باید به سنترهای تعیین شده بریم. بنده 5 سالی هستش که عمان در حال کار هستم. آیا اینجا سنتری داره و میشه عمان مصاحبه تکنیکال رو انجام داد یا خیر؟ سوال دوم این که میخوام همزمان برای ویزای اسپانسری هم اقدام بکنم و رزومه خودم رو برای کارفرماها و شرکت‌های خصوصی بفرستم. قطعاً یک سری مغایرت‌ها در سابقه کار واقعی که در حوزه مهندسی مکانیک بوده با مدرکی که به سازمان TRA ارائه دادم بابت حرفه تراشکاری وجود داره. سوالم این هستش که آیا ممکنه اطلاعاتی که بابت ویزای اسپانسری به کارفرماها و شرکت خصوصی میدم به دست آفیسر ویزا برسه و مغایرت‌ها باعث دردسر بشه در زمان صدور ویزا یا خیر؟ بله، خب من الان در مورد عمان رو نمیدونم که سنتری داره یا نه، حضور ذهن ندارم، ولی قبلا بله زمان کرونا به این صورت بود که آنلاین قبول میکردن و الان دیگه حالا برگشته به حالت عملی برای اون امتحانا و باید برین حالا نزدیکترین سنتر به عمان یا حتی ایران برین و اون رو برای حالا اون امتحان عملیتون رو بدین. همزمان هم در جواب سوال دومتون برای ویزاهای اسپانسری میتونین اقدام بکنین. حالا قاعدتا نمیدونم چرا مغایرت وجود داره، ولی برای کارفرماتون شما میتونین که رزومه‌ای که میدین ممکنه با رزومه‌ای که قبلا به اداره مهاجرت دادین متفاوت باشه، ولی یادتون باشه بعدن که میخواد کارفرما براتون ویزای اسپانسری بگیره اون وقت خب اطلاعاتتون رو میخواد و اون اطلاعات اون وقت حالا باید ببینین که میخواد با اون رزومه هم خونی داشته باشه که در اون صورت با پرونده مهاجرتتون ممکنه مغایرت داشته باشه، یا اینکه میخوایم اون رزومه‌ای که دارین میدین دیگه برای قسمت مهاجرت ویزا اسپانسری با پرونده های دیگه‌تون همخونی داشته باشه که در اون صورت کارفرما ممکنه بگه که شما یه چیز دیگه به من دادی، الان که موقع ویزا شده یه چیز دیگه داری ادعا میکنی. بنابراین فرستادن رزومه وقتی که به کارفرما میدین نه وصل نیست به اداره مهاجرت، ولی بعداً اگه قبول شدین و کارفرما خواست براتون ویزای حالا اسپانسر کاری حالا یا دائمی و یا موقت اقدام بکنه، خب اون اطلاعات دیگه باید همخونی داشته باشه با واقعیت. در غیر این صورت خب اداره مهاجرت یا کارفرما متوجه میشه و براتون مشکل ساز میشه. بنابراین پیشنهاد میکنم که حالا با اینکه این اطلاعات ویزای اسپانسری که رزومه‌ای که به کارفرما شرکت خصوصی میدین به دست آفیسر ویزا نمیرسه، ولی خب در نهایت شما مجبورین که اطلاعات واقعی و درست رو بدین. بنابراین بهتره که از همون اول هم رزومه‌ای که میدین همخونی داشته باشه با این اطلاعات درست که بعداً براتون مشکل ساز نشه. بله، سوال آخر رو از آقای پویا داریم. گفتن که بنده رشته الکتریشن اقدام کردم و در 27 مارس 2023 جواب داکیومنتری اسسمنت بنده مثبت شد. بلافاصله هزینه مصاحبه که مبلغ $2000 بود رو برای صرافی که از طریق وکیل بنده معرفی شده بود واریز کردم.
پس از گذشت 7 ماه از استیج اول بنده و عدم تعیین وقت مصاحبه و متاسفانه عدم پاسخگویی وکیل پروندم، اقدام به مکاتبه با سازمان ویت اسس کردم که متاسفانه جواب دادند از طرف شما پرداختی انجام نشده و اپلیکیشن شما بسته شده، باید اپلیکیشن جدید باز بکنید. با توجه به اینکه بنده 7 ماه دیگه 10 امتیاز سن رو از دست میدم و خالص 40 امتیاز میشم، ممنون میشم راهنمایی کنید بهترین راهکار چه هستش و اینکه آیا اصلا امیدی هست یا خیر. خب این یه مقدار عجیبه. شما بهتره که اولا که با وکیل پروندهتون صحبت بکنین که ببینین که داستان چی بوده. شما اگر هزینه رو دادین، خب اون وکیل موظف بوده که پرونده شما رو باز بکنه و اگر وتاسس بهتون گفته که هزینه‌ای دریافت نکرده، بنابراین باید از وکیلتون بپرسین که داستان چیه، چرا از شما پول گرفته و پرونده شما رو باز نکرده. به هر حال از وتاسس به جایی نمیرسین شما بدون اینکه وتاسس بهتون جواب داده که اصلا ما پرونده‌ای که شما سابمیت کردین پولش رو نگرفتیم و بسته شده. بعد از وکیلتون سوال بکنین که ببینین داستان به چه صورت هست و چرا پولتون رو نداده و ادامه مسیر رو نرفتن، که از طریق اونها بتونین بهترین راه رو پیدا بکنین. با توجه اینکه سنتون هم حالا داره کم میشه، امتیازش داره کم میشه، بهتره که زودتر این کار رو بکنین و زودتر اسسمنتتون رو بگیرین که قبل از اینکه سنتون به 40 سال برسه و بخواین 10 امتیاز سنتون رو از دست بدین، حداقل اسسمنتتون داشته باشین و شاید بتونین یه اسپانسرشیپ کارفرما یا یا اسپانسرشیپ ایالتی به هر حال یه چیزی گرفته باشین که بتونین پروندهتون رو باز بکنین. به هر حال نقطه شروع اینه که از وکیلتون توضیح بخواین که ببینین که داستان به چه قرار بوده و مدارکی که مربوط به پرداخت پروندهتون بوده رو برای شما بفرستن که ببینین که ایراد از کجا بوده. بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم. نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار. خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.